بارک الله فیکم. اما بعد، در مسئله مذهب همان چیزی را که سلف صالح گفتند و تا امروز علمای متقدمین و متأخرین تا امروز از علمای اهل سنت و الجماعه بیان کردند به شما بیان میکنیم. در مسئله عقیده مذهب گفتن چیزی وجود ندارد. عقیده همه مسلمان ها از قرآن و سنت و اجماع سلف صالح گرفته می شود. به مسئله عقیده مذهب هیچ یگان مذهب از یگان مذهب در مسئله اصول اختلاف ندارد. در مسئله توحید، در مسئله رکنهای لا اله الا الله، کفر بالطاغوت، براءت، اثبات یعنی توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات، شروط و البته که از در مسائل ایمان، همه این چیزها به مذهب یک ذره تعلق ندارد. در این مسئله من و شما پیروی میکنیم به قرآن و سنت و به فهم سلف صالح. فهم ابو حنیفه را بیار، امام مالک، امام شافعی، احمد ابن حنبل، الثوری، سفیان الثوری، سفیان ابن عیینه، یا که از اینها به بالاتر برو، حسن بصری، تابعین، سلیمان التیمی و غیره، و بعد از این به صحابه ها رو. عقیده همه این سلف صالح مانند عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بجز در یک مسئله ابو حنیفه خطا کرده اند. در مسئله اینکه گفتند عمل از ایمان نیست و عمل زیاد و کم نمی شود. انمی مسئله میگم ابو حنیفه خطا کردن، مرجئه فقها هستند، لیکن در مسئله عقیده مذهب وجود ندارد. همه مذاهب یک چیز را میگوید و این را میگن پیروی قرآن و سنت به فهم سلف صالح. ما در جانب عقیده، از جانب عقیده مذهبمون آشکار است و واضح است. همون اجماعی که از سلف صالح آمد مذهب ما همین است. اما در مسئله فقه که مسائل اجتهادی هست، در مسئله فقه 4 مذهب یا که 5 مذهب یا که بعضی از علما میگن 8 یا 11 مذهب وجود دارد. مسائل اجتهادی، مسائلی که علما اجتهاد کردند، یک عالم یک اجتهاد کرد، عالم دیگر اجتهاد کرد، عالم دیگر اجتهاد کرد. ما در این اجتهادها نظر میکنیم که اجتهادشان اگر موافق قرآن و سنت باشد قبول میکنیم، اگر مخالف قرآن و سنت باشد قبول نمیکنیم. در مسائل فقهی هم باز ما سخن این علما را در اساس موافق بودن به قرآن و سنت میگیریم. معنای سخن ما همین است که در مسائل فقه هم پیرو شدن یا مقلد بودن در یک مذهب معین فرض، واجب، سنت یگون چیزی نمیگیم. این مسئله اختیاری است. کسی خواهد خودش یگون مذهب نسبت میدهد، باکی ندارد. کسی خواهد نسبت نمیدهد، لیکن اساس همین است که پیروی باید از قرآن و سنت کرده شود بدون تعصب. هر کسی که خودش به یگون مذهب نسبت بدهد هم بدون تعصب، باکی ندارد. خودت در مسائل فقهی گو که عقیدتاً عقیده همه مسلمانان یک چیز است، قرآن و سنت اجماع. اما فقها من همون مسائل فقهی به اجتهادی ابو حنیفه، به اجتهادی مالک، شافعی میگیرم. من تعصب نمیکنم. اگر خطاگی اونها رو فهمیدم حق میگیرم. بگویی مرحمت. خود تعلیم ابو حنیفه همین چیز بود، مالک و شافعی، احمد ابن حنبل تعلیمشون همین بود رحمهم الله. این است مذهبی ما. اما معین به یک مذهبی معین مردم را مجبور کردن و مردم را گفتن که فقط از درونی مذهب ها یک مذهب حق است و دیگراش باطل است، یا پیرو شدن به یکی از این 4 مذهب به شما واجب است. تو تاجیک هستی باید حنفی باشی، تو کوکزی هستی باید شافعی باشی، تو افریقایی هستی باید مالکی باشی، تو خلیجی هستی باید احمدی باشی. این غلط است، مخالف به قرآن و سنت است، این بدعت است، این گمراهی و ضلالت است. پیرو بودن به یکی از این 4 مذهب ضرور نیست، واجب هم نیست، مستحب هم نیست، ضرورت ندارد. هر کسی خواهد به واسطه ابو حنیفه فقه میفهمد، خطاگیش فهمد به دیگرش میگردد. ابو حنیفه، مالک، شافعی اینها علمایی هستند که سخنهای پیامبر بیان کردند، بعضی جاهایی که نازکی داشت بیان تر کردن. هیچ باکی ندارد. تو گمان کن که 4 استاد داری، از 4 استادت بعضی از اینش میگیری، بعضی از اینش میگیری، هیچ باکی ندارد. اما امروزه کسایی که خود به مذهب ها تقسیم کردند و امروزه کسانی که بخصوص حنفی های تاجیک گفتند که کسی حنفی نباشد گمراه هست، ما میگیم که شما گمراهید. شما به خودتان یک پیامبر بجز رسول الله گرفتید.
ابو حنیفه رو از رسول الله بلندتر گرفتید، به ابو حنیفه غلو کردید. ابو حنیفه اگر زنده می بود به شما برویتون توف میکرد، شما رو تکفیر میکرد و از شما براءت میکرد. ابو حنیفه این چیز از شما نمیخواست. شما به نام مذهب ابو حنیفه یک دینی دیگر ساختید، نام دینتون ابو حنیفه است. ابو حنیفه رو امام اعظم گفتید، بزرگتر از رسول الله گفتید. کسی که در مذهب ابو حنیفه نباشد گمراه است گفتید. این سخنها رو از کجا گفتید؟ ما انزل الله بها من سلطان، هیچ حجت ندارید. به شما الله اجازت نداد، به شما ابو حنیفه هم نگفت، رسول الله نگفت. شما گفتید که هر کسی به مذهب باشد گمراه است. رسول الله مذهب داشت، صحابگان او مذهب داشتند، تابعین او مذهب داشتند. قرن اول 100 سال یگون مذهب گفتن چیزی نبود. بعد از ابو حنیفه تو وفات کردن هم مذهبی نبود. 100 سال قرن اول دو مذهب نبود. مذهب همچنین یک اجتهادات بعد از وفات ابو حنیفه فهمیده میشد. از همین جهت به این غلو مذهب پرستی ما همیشه رد میزنیم. به نام مذهب ابو حنیفه رد کردن دین رو ما انکار میکنیم. مقلد کورکورانه بودن رو ما انکار میکنیم. مسلمان باید آموزد. در این مسئله بهترین کتابی که نوشته شده است و این کتاب را 100 سال قبل یکی از علمای بزرگی خوجندی ابو عبدالکریم هم میگند و ابو مسلم الخوجندی هم میگند. نامشون محمد است. ابو مسلم محمد ابن خوجندی معصوم الخوجندی رحمه الله یکی از علمای اهل سنت و الجماعت و سلفی قویه که از خوجند باستانی بود. یک کتاب می نویسد، نام کتابش الهدیه الى مسلم الیابان، هدیه به مسلمان های یابان. وقتی که در یابان همون کافرها آهسته اسلام را قبول کردنی شدند، اختلاف به وجود آمد. بعد از مسلمان شدند آنها گشته یک قسمشون حتی کافر شدند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بعد از اینکه اسلام قبول کردن مسلمان ها به اینها گفتند که انکنون از 4 مذهب باید یگون چه قبول کنی. حنفی گفت که اگر حنفی را قبول نکنی کافری. شافعی گفت که شافعی را قبول نکنی گمراهی. مالکی گفت گمراه، مالکی قبول نکنی گمراهی. احمد ابن حنبل پیرواشون همچنین گفت. و بالاخره بعضی از انسان‌هایی که در یاپونیا مسلمان شده بودند، بعد از مسلمان شدن گفتند که باز بعد از من مسلمان شدنم باز به یکی از این مذهب در آمدن، اگر ندارم کافر بشم پس از اسلام میبرم. برآمد و سؤال نوشتند به ابو مسلم الخوجندی، ابو مسلم معصوم الخوجندی رحمه الله که در همین مسئله ما را فتوا بدهید، جواب بدهید. مسلمان های نو شده در حیرتند از اسلام برآمده است. نوشتند و گفتند که واجب نیست، این بدعت است، این ضلالت است. در مذهب بودن واجب نیست. کنی یک آیت بیارید، یک حدیث بیارید، یک سخن علما را بیارید که کی این چیز به وجود آمد. الله سبحانه و تعالی آشکار واضح گفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت کنید الله را و رسول را و اولو الامر منکم و اولو الامر علمای خودتون را، همون علمایی که موافق قرآن و سنت هستند. تمام است. و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر آن چیزی که رسول الله آورد بگیرید، هر آن چیزی که رسول الله نهی کرد باز ایستید. پیامبر گفتند انا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی. من به شما دو چیز ترک کردم که اگر بعد از خودم به همون چنگ زنید گمراه نمیشید. کتاب الله و سنتی، کتاب الله و سنت من. پیامبر نگفتند که کتاب الله سنت من و 4 مذهب یا 5 یا 6 مذهب. گفتن یا نگفتن؟ نه، مذهب وجود نداشت. حتی رسول الله به مذهب اشاره نکردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بالعموم گفتند تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. چنگ بزنید به سنتی من و به سنت خلفای راشدین من، به صحابگان. پیامبر گفتند خیر القرون قلی ثم الذين يلون ثم الذين يلون. بهترین قرن من از صحابگان، بعد از این تابعین و بعد از این تبع تابعین. معین کردن یک نفر از درون اینها و پیرو شدن به همون، واجب گفتن پیروی همون، سخن همون گرفتن و دیگر رو باطل گفتن، این ضلالت و گمراهی است و مخالفت به اشهد ان محمد رسول الله دارد و مخالفت البته که به اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دارد. این مختصری جواب است. بارک الله فیکم.